باورتون میشه بعضیا برای خوابیدن هم پول میگیرن، در حالی که ما از صبح تا غروب کار میکنیم برای 10-15 میلیون حقوق، ولی 3 تا شغل عجیب و پولساز هست که بدون هیچ زحمتی پول پارو میکنن. شغل اول، گرم کننده تخت خواب. بعضی از مسافرای هتل دوست دارن تختشون نرم و گرم باشه. برای همین ساعتی $34 یا همون 3 میلیون پول خودمون پول میدن که یکی بره روی تخت و مثل خر غلط بزنه تا تختشون نرم و گرم بشه. شغل دوم، تستر بستنی که ساعتی $18 برات کارت به کارت میکنن. به پول ما میشه 1 میلیون تومان. بستنی های مختلف رو تست میکنی، بعد میگی کدوم خوبه کدوم بد. فکر کن هم بستنی مجانی بخوری و هم پول بگیری. شغل سوم، بکنه دستمال‌کاغذی هستش که کارش اینه چک کنه که یه موقع بوی مواد شیمیایی نده. حقوق این شغل ماهی حدود $4000 که به پول ما میشه 350 میلیون. و شغل چهارمی که هیجان انگیزترین شغل هست، تست کردن سرسره آبی هستش. متخصصان این کار سوار سرسره آبی میشن تا مطمئن بشن سرسره هیچ مشکلی نداره و برای این کار ساعتی $28 میگیرن که به پول ما میشه 2 میلیون. شغل مورد علاقه شما چیه؟ تو کامنت ها به ما بگین. سابسکرایب و لایک یادتون نره.